همین لحظه هم با سوت داور بازی آغاز میشه. من ترکیب دو تیم رو خدمتتون عرض بکنم دوستان. در تیم گلگهر سیرجان محمد رضا اخباری در درون دروازه، سید ابوالفضل رزاقپور، علیرضا علیزاده، علیرضا کوشکی. یه فرصت برای تیم تراکتور و رحمان جعفری که اخباری از دروازه خارج میشه و توپ رو مال خود میکنه. تراکتور که با اینکه فولاد ضعیف بود هفته گذشته موفق شد ببره. یه لحظه فرصت برای تیم گلگهر در روی محوطه جریمه، تیرک دروازه و باز هم کنار دروازه قائم اسلامی خواه بود که ضربه رو زد، توپ تیرک دروازه برخورد کرد. یه لحظه قشنگ مدافعان جا موندن و به راحتی ضربه رو زد. در بین رو ارتباط قطع شد. قائم اسلامی خواه یه لحظه خطرناک، تکله به موقع، دوباره فرصت، یه شوت از راه دور و توپ از کنار دروازه به بیرون رفت. اجازه داد تا مسیح زاهدی به توپ برسه. حالا رزاقپور، موقعیت هست، یه شوت، یه فرصت و پور حمیدی. یه پاس خوب، فرصت برای تراکتور داره ایجاد میشه. باشه محوطه جریمه و یه شوت و محمد رضا اخباری که بعد از اینکه از شمس آذر قزوین جدا شد و به تیم تراکتور اومد، یکی دو بازی فوق‌العاده بود. حالا یه فرصت و تکلی که انجام میشه و پنالتی. اعلام پنالتی به نفع تیم تراکتور. محمد حسین زاهدی فر پنالتی رو اعلام میکنه. اعتراض چندانی هم ندارن بازیکنان چون کاملا مشخص بود. گوستاو واگنین پشت توپ هست، ضربه و گرفت، ولی دومی گل گوستاو واگنین. ضربه پنالتی اول توسط محمد رضا اخباری گرفته میشه، اما ضربه ای که در برگشت زده میشه توپ وارد دروازه میشه و تراکتور 1، گلگهر سیرجان 0. شیرجی عالی از محمد رضا اخباری و گوستاو که از همه زودتر به توپ رسید و دوباره ضربه رو زد، توپ رو وارد دروازه کرد. محمد رضا اخباری که باز هم نشون داد که پنالتی گیر قهاری است. مستقیم قصد چارچوب و محمد رضا اخباری که توپ رو گرفت. گرسال ضربه اول رو اخباری میزنه، یه لحظه فرصت برای تراکتور و در نهایت توپی که از بالای دروازه به بیرون میره. پاس برای حسینی، محمد نادری هم حرکت کرده تند و تیز و دوباره پنالتی دوم. نادری حرکت کرد، تیکدری که لحظه آخر ضربه رو به محمد نادری وارد کرد. رحمان جعفری و گل و توی دروازه محمد رضا اخباری که این بار درست تشخیص نداد. در پنالتی اول ارتباط قطع میشه، اما دوباره آلوز فرصت مستقیم میزنه. هاشم نژاد و توپی که بعد از برخورد به بازیکن تیم گلگهر سیرجان به تیرک دروازه برخورد میکنه و حالا باید کرنر بر دروازه ارسال بشه. امیرحسین زاده داره آماده میشه. ببینید صحنه رو. هاشم نژاد ضربه رو زد، توپ به پای سامان فلاح برخورد کرد و کمانه میکنه و به تیرک دروازه میخوره و به بیرون میره. حالا تعویض در ترکیب تیم تراکتور بدون خطا. توپ رو گرفت، فرصت برای ضد حمله. حسین زاده با سرعت بالایی داره حرکت میکنه به سمت دروازه. شیر رو کنار دستش داره، دوباره فرصت و یه ضربه‌ای که زده میشه و توپ از کنار دروازه به بیرون میره. دوباره فرصت برای گلگهر سیرجان، ارسال بلند
یه ضربه در بین را توپ بلوکه شد. مهدی شیری اجازه نداد، توپ به تیرک دروازه برخورد میکنه و یه سال دیگه یه ضربه سر، دوباره فرصت و برگشت توپ توسط بازیکن تراکتور. ببینید صحنه رو، توپ به تیرک برخورد کرد و از خط دروازه هم عبور نکرد. ظاهرا داشت وقت کشی میکرد و برخورد انجام شد. تیکدری تعویض میشه در تیم گلگهر سیرجان و احمد رضا زنده‌رو هم دومین نفر هست. جنجال در گوشه محوطه جریمه داره اتفاق میفته. شجاع خلیلزاده و روبرتو تورس. پورحمیدی اونجا داره احساس ناراحتی میکنه. سامان فلاح. و حالا درگیری ها داره بیشتر و بیشتر میشه. نباید این صحنه ها رو در فوتبال ببینیم. ما دارن کنترل میکنن. سعید مظفری زاده هم سرپرست تیم تراکتور اومده، اشاره میکنن که سریع به بیرون برن. اوه، این درگیری هایی که اتفاق افتاد، شجاع خلیلزاده و سامان فلاح. آقای داور چهارم، بله، کارت قرمز به شجاع خلیلزاده. بابو اریک قائم اسلامی خواه. فرصت برای تیم گلگهر سیرجان، گوشه محوطه جریمه. حالا وارد محوطه جریمه میشه این پامپا. گرسال، یه موقعیت و پورحمیدی که توپ رو گرفت، دروازه تراکتور رو نجات میده. این دروازه‌بان سرضرب اولی رو گرفت و دروازه رو بسته نگه داشت همچنان. دوباره یه سال دیگه فرصت برای گلگهر سیرجان. موقعیت خطرناک، یرسال و باز هم پورحمیدی که باید بازی رو آغاز بکنه. ببینید صحنه رو که پورحمیدی دوباره دروازه تراکتور رو نجات داد و داوری که سوت پایان این مسابقه رو به صدا در میاره و تراکتور 2-0 موفق میشه گلگهر سیرجان رو شکست بده و یه 3 امتیاز دیگه به اندوخته‌های خودش اضافه بکنه. خیلی ممنونیم به خاطر همراهیتون دوستان عزیز. الهی که سلامت باشید. ما گل‌ها رو هم اگر بشیم ببینیم خیلی عالی میشه.